بینندگان عزیز، موافق و مطابق با پرسش و خواهش شما ما حیا مراجعت کنندگان با ما گفتند که در راه و جای جمعیتی و در بسیار حالت ها میبینیم که جوانان و خردسال‌ها دشنام‌های قبیح، بد اخلاقی و بد رفتاری و یک معامله بده از اونا صادر می شود که انسان را بسیار به تشویش و اندوهگین می کند. خب حالا حیا چیست؟ معنای حیا یا که شرم و حیا در اسلام معناش چیست؟ معنای شرم و حیا در اسلام یعنی انسانی که حیا دارد ایمان دارد، انسانی که ایمان دارد شرم دارد، انسانی که شرم دارد به حیاگی اجازه چی؟ حیاگی اجازه چی؟ شرم و حیا یعنی شرم و حیا خودداری کردن از تمام رذیلی و پس اخلاقی. اون طفل یا اون کودک یا جوانی که بد اخلاقی میکند یا بدگویی میکند در پیش مردم، اون خود رو میگه که من انسانی بی اخلاق و بی تربیت، من اخلاق ندارم. دشنام دادن و تحقیر کردن، حقارت گفتن، این معنی اون رو دارد که همون گوینده خودش رو بی عبور میکند، نه شنونده رو، چی مقابلش مخاطب کسی دیگر باشد یا اینکه اطراف شنونده ها رو. یعنی اون آشکار میکند که